باباجان در وقت نماز وقتی با صدای پست خوانم فکرم هر سو می رود. وقتی بلند می خوانم فکرم در نماز می شود. در همین حالت چیکار کنم؟ اگر با صدای بلند خوانم آیا گناه هست؟ البته گناه نیست. یعنی نماز بلند و پست خواندن این خاصی امام و قومه، یعنی بر ذمه امام واجب است که نماز بامداد، نماز شام، نماز گویم عشا یا خفتنه بلند خوانه. این به ذمه امام است این رعایت کردن و نماز پیشین عصر پس خوانده شود. لیکن آدمی که تنها گذار باشد این اختیار داره، نماز پیشین است، نماز عصر هست، تو بلندم که خوانی یا پستم خوانی، آدمی تنها گذار اختیار داره. برای تنها گذار نماز پست بلند خواندن یا بلند پست خواندن هیچ باکی نداره. خب بابای حاجی، من میان دردم گریجه، از همین سبب دائما با پوشتم مز یا بلزم میمالم. آیا در نماز من یگان خلل میرساند یا نه؟ نه، هیچ خللی نمیرساند. شما اگر بر بدنتون هر یک داروی را که میمالین، مثال این مزهایی که امروز هست، وزلین هست یا سپیرت هست، حتی همین سپیرتی تازه هم مقصد به نماز نمیکند. اگر همین ها را هم که شما مالین با اون نماز خوانین، در نماز شما یگان زیان ندارد. فقط بعضی آدما مقصد هستند از روغنهای حیوانهای حرام میمالند. انا اونها را باید که مثال وقتی نماز را تازه کردن در کار و نماز خوانیم، بعدی او مقصد اگر طبیب اجازت داده باشد از همون میمالیم اونها را وقتی نماز را تازه کردن در کار. لیکن اینایی که امروز در اپتیکای ما و شما هستند، بعضی کرم و بعضی مز و بلزم و هر چیزی که باشد، اینها مقصد در نماز ما و تو یعنی زلال و یگان خللی ندارد.